پرستش میکنن تا اوچرا چطور میان در پیش همو دو دست خم میکنن سجده میکنن در پیش همو میگذنن زن و گودکاشون خاتمیان در پیش همو سجده میکنن در اکتریت همه رو گفتن نمیشه ای بای اگر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم همین قدر عذاب کشید که ما و شما رنگ همونو نشیم راه از شاخ فرق کنیم خدای آفریدگار عالم بشناسیم حبیب خدا صلی الله علیه وسلم گفت من گفت انا زعیمون میشه انا زامینون من زامین میشم زامین چی میشه ببینید گارانتی میتونم گفتگیده همین کار همین خیلی گارانتی هم میتونم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه یا که چیش میگن دیگه لفظ کفالت میتونم بابی هیچ انا زعیمون بی بیت فی ربض الجنه در همین اطراف جنت با یک قصر با شکوه بهترین ما کفیل میشم پیغمبر میگه زامین میشم برای کی برای کسی که همین شرط بجا بیاره لیمن ترک میرام برای کسی که ترک جنجال کنه پیغمبر آدم جنجالی را دوست نمیداشت آدم جنجالی را مسلمان و سویسته کافر هم دوست نمیداره آدم یعنی جنجال وق آدم جنجالی هیچ کس دوست نه خدا دوست نمیداره آدم جنجالی را همین آدم دویم جنجال میکرده گیره پیغمبر گفت اگر کسی که از بین شما ترک جنجال کنه و این کار محقا اگر چند حق هم که باشه همین آدم جنجالی را هزار که حق باشی هست کنم تری آدم هستن نه گوشت میکنه و نه قبولت میکنه اینمی حقیقت گفته سایش گوشت نداره 100% حقیقت هم بدونه قبولت نداره او خیلی آدم قطع حیفه گفت زدن پیغمبر میگه اگر کسی ترک جنجال کنه من با یک قصر در اطراف جنت برای زامین میشم یعنی من زامین میشم کفالت میتونم گارانتی میتونم یک قصر در لای جنت برای کسی که ترک جنجال کنه برای چی جنجال دلی آدم سیاه میکنه اینه میگه وقت میشه اون کسی که یک جنجال گفتگو میکنی الکه چی از گفتی همین اصطلاحی نصرانیات و ایران میشود خسته میشه زیق میشه گاه آدمی کسلی باشه دولنش بلند میشه قندش بلند میشه از چه از سبب جنجال سلامتی انسان در رخنه میزنه همین چیز و تمام جنگ هایی که در دنیا سر میزنه ابتدای همون جنگ از جنجال سر میشه از همین بگو پیغمبر گفت کسی ترک جنجال میکنه با یک قصر در اطراف جنت برای ما زامین میشه اگر چنده که و این کان محقا اگر چنده به حق هم باشه دیم گفت و بی بیتین فی وسط الجنه لمن ترک الکذبه دیم با یک قصر با یک خانه در بین جنت من زامین میشم کفیل میشم پیغمبر گفت برای چی بچه کدام شد لمن ترک الکذبه برای کسی که دروغگویی را چیکار کنه بس کنه ترک دروغگویی کنه چی است و این کان مازحن اگر چند همو دروغش به مزاح هم باشه دروغی به مزاح هم که باشه و گناه نویسنده میشه هست مثلا بعضی آدم یک شوخی میکنه یک مسخره بازی میکنه لیکن در همون مسخره بازیش دروغ میگه یا دروغ میگه که مردم بخندن همه میخندن همون دروغی که به شوخی هم میگه دروغ نویسنده میشه حتی اگر همین بچه که دخترک هم که دروغ بگوی بچه هم سوره نزدیک که یک ولسفید میخرم بچه هم یک کستون بروکت میخرم بچه هم فلان جا تماشاد میبرم اگر دروغش بگویم دروغ نویسنده میشه با این دروغی با خردسال از او در گنده تر است که همون خردسال علاکه اصل دروغ درس میگیره این میگه بیست که پدری من مادری من دروغ میگه این چی گپی نبوده است همین دروغگویی هم خیلی کاری بده علاکه چی است قول میگه نسل نورست جوانو دور موندن جوانو بی ادب شدن جوانو احترام ندارن جوانان از پیرا سر شده دروغ پدرش سرو میکنه در خانه میگه بگو نیسته بگو کار ده یا بگوش که خواه ببین دروغ گفته سه همون دختره که بچه علاکه چی است از پدر دروغ آموخت یاد گرفته از پدرم دروغ او چی است که همین خیلی حس میکنه که گویا هم دروغ گفتن گویا چی گپی نباشه حالا که دروغ گفتن بسیار گناه عظیمه خب بعدن چی که
پیغمبر صلی الله علیه و میگه با یک قصر در بین جنت ضامن میشم برای کسی که دروغگو نباشه، دروغگویی نکنه. و این کان مازیحا اگر چند دروغش با مزاح هم که باشه باید با مزاح هم دروغ نگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام حیاتی خودشان چند شوخی کردگی هستند. مثلا شوخی اگر راست باشه رخصت ہے، یکی شوخی که دروغ باشه اگر گناه درست نیست. یک نفر کمپیر به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم از طاعت عبادتش گپ زد برای جنت رفتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت العجوزات لا يدخلن الجنه، کمپیرها داخل جنت نمیشوند. همین تا گفتند که کمپیر دو گفته گریه را سر کرد که این قما نماز میخونم روزه میگیرم این جنت مونره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نه، اول دختری کته میشه بعد جنت میره. در جنت کمپیر مسفید نیست، همه 33 ساله های، در اونجا پیر نیست. جنت چی از جوانیش پیری نداره، در اونجا پیر نمیشه دیگه، میون کوز شوه و دیگه چی هست که لرزیده بگرده و دندانوش بریزه و دیگه گوشو کاری هات شوه و در جنت نیست داری چیزو. در جنت چی از جوانیش پیری نداره. گفت اول دختری کته میشه بعد جنت میروند. یک نفر دیگه زن صحابه آمد چیزی را با پیامبر صلی الله علیه و سلم که پرسید، گفت که انا تو زنی همون فلانی؟ گفت تو همون فلانیه که گفت در سفیدی چشمش سیاهی داره زنی همویی؟ او زن سوال نه گفت من زنی نیستم. بعد که گشته به خونه رو اومد، بعد که پیغمبر هم طریق بعد اون صحابه گفت تو همه بدونم در همون سفیدی سیاهی داره کو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو زنی همویی که در سفیدی چشمش سیاهی داره؟ او حیران شد گفت نه او طری نیست. گفت بعد همون طریه خود همین خیلی سخناش مثلا راست بود. این شوخی هست که راستی رخصت ہے، اما شوخی که دروغ باشه درست نیست. و سیوم پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد انا زعیم ببیت فی اعلی الجنه، با یک قصر در مرکز جنت، در بلندترین بهترین جای جنت من ضامن میشم. برای که لمن ترک حسن خلق، برای کسی که اخلاق نیکو داشته باشه. انا همین اخلاق نیکو داشتن برای چی از مسلمان بسیار ضرور است که غیر مسلمان از مسلمان عبرت بگیره. مسلمان همیشه اخلاق نیکو داشته باشه. همین قسمت های مالایزیا و اندونزیا، همین مسلمان هایی که امروز در همه جا هستن، از همه جای دنیا در مسلماناشون زیاد هستن، از همه در زیاد حج میرن. همه مردم پیشتر او قدر پیش مسلمان ها بودن، بعدا از چی؟ از خصلت خوبی مسلمان ها را دیدن و مسلمان شدن. تاجرای مسلمان در اونجا رفتن، با مردم چی است؟ وفاگی کردن، کمک کردن، دروغ نگفتن، مولی به فریب نفروختن، در گپشون در قولشون راست ایستادن. همون مردم همین فعلی همه را دیده اسلام آورد. یعنی اخلاق حمیده و اخلاق خوب داشتن هم چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در بلندترین جای جنت من ضامن میشم و یک قصر برای کسی که اخلاق نیکو داشته باشه. حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمان از حبیب خدا صلی الله علیه و سلم حدیث روایت میکنه که پیامبر خدا گفت ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجه الصائم والقائم. به حقیقت که مؤمن و مسلمان لا يدرك بحسن الخلق، به اخلاق نیکو قطعی میرسد به جای به مرتبه کسی که صائم و قائم است. یک انسان هست که روزه به روزه میگذراند، شب به نماز. همینطور بندهای خدا هستند، روز تو بگره روزه میگیره گرسنه و روزه کشکوی، شب تا روزه نماز میخونند. اینا میگن که قائم اللیل صائم النهار، روز روزه‌دار و شب به نماز زنده میدارد. اگر کسی که روز میخوره و شب خواب میکنه فقط اخلاق نیکو داره، همین اخلاق نیکو داشتگی مرتبه و فضیلتش برابر همون کسی که روز به روزه میگذرونه و شب به نماز هست. آدمی که طاعت عبادت میکنه، عمل صالح میکنه، نه که یک چی هست که دل خروشی میکنه، دل یک کس میشکنه، یک ضربه میزنه، یک سخنی بد میگه، یک کس زیق میکنه دیگه. او چی هست؟ طاعت عبادتش چی هست که فایدهش کم میکنه. برای دل مومن عرش خدا است. دل مومن شکستن و آزار دادن بسیار گناهش عظیمه، بسیار بسیار عظیمه. برای همین است که به همین اخلاق نیکوش قطعی
پیامبر میگه به درجه کسی میرسه که روز به روز میگذرونه و شب به نماز. پس بر اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل داشته باشیم، چون که وقتی که دعوا میکنیم که محبت پیغمبر داریم، وقتی که دعوا میکنیم پیغمبر دوست می‌داریم، بر سنت‌های عمل داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظیم. ای عدل تو پاسخ زهمه چونو چراها، ای فضل تو بهتر زی تمامی عطاها. با توبه اگر بنده بیاید بدری تو، حقا گذری از همه تقصیر و خطا. با توبه اگر بنده بیاید بدری تو، حقا گذری از همه تقصیر و خطا. با تو یا رب مرا روی نیاز است، با تو یا رب مرا روی نیاز است. گدایم دست من سویت دراز است، گدایم دست من سویت درازش. خوشم از این که بابی رحمتی تو، خوشم از این که بابی رحمتی تو بروی عاصیان پیوسته باز است، بروی عاصیان پیوسته باز است. من بنده عاصیم رضای تو کجاست؟ تاریک دلم نور و صفای تو کجاست؟ ما را تو بهش اگر به طاعت بخشی، این بیع بود لطف و عطای تو کجاست؟ این بیع بود لطف و عطای تو کجاست؟ به طاعت حق
بهشت و رضوان مطلب، به طاعت حق بهشت و رضوان مطلب، به خاتم دین ملک سلیمان مطلب، به خاتم دین ملک سلیمان مطلب. گر منزلتی هر دو جهان میخواهی، آزار دلی هیچ مسلمان مطلب، آزار دلی هیچ مسلمان مطلب. چرا ای بنده عاصی به سوی ما نمی آیی؟ چرا ای بنده عاصی به سوی ما نمی آیی؟ به هر صبح و سحرگاهی به سوی ما نمی آیی. منم با تو، توی با من، چرا بیگانه می گردی؟ اگر روزها تو در کاری، چرا شبها نمی آیی؟ به غفلت مگذران عمرت از این درگاه، چرا دوری؟ زی فضلی ما خبرداری، به سوی ما نمی آیی. منم بخشنده و غفار، منم عالی، منم ستار، چرا در مشکلی هر کار به سوی ما نمی آیی؟ به خانومان تو مشغولی، نداری شوقی ما در دل، دل از دنیا نمی داری، به سوی ما نمی آیی. دل از دنیا نمی داری، به سوی ما نمی آیی. صلی الله علی سیدنا محمد، صلی الله علیه و سلم، صلی الله علی سیدنا محمد، صلی الله علیه و سلم. حبیبم را کسی که دوست دارد، کجا مالک ورا دوزخ درآرد؟ به جان و دل محب مصطفی باش، به یاران محمد جان فدا باش. ز شفقت در دو عالم اشک و ریزان، امتی گفتم نباشد امتانم، من نمیخوام عیش جنت را، نباشد امتانم، نمیخوام عیش جنت را. بینوشان باده ام یا رب، ز جامی مصطفی امشب، معین کن به عینینم جمال این نما امشب. به حقی ذات بیچونت، به عاشقان مجنونت، نمایم از کرم یا رب، رخ شمس و ضحی
امشب اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ای مؤمنان روی به سوی احد کنید، امروز فکر توشه خوابی لحد کنید. فردا مگو که پیک اجل میرسد شتاب، این دم غنیمت است فدای صمد کنید. الله مهربان خاتمه کار همه ما بندگان رو به خیر و ایمان هامون الله مهربان با سلامت نگه داره. میل مانا و خواهش مانا و یقین مانا با بسوی دینت الله مهربان زیاد. گذشتگان اهل این جمعیت ما را الله مهربان همگی را علی‌خصوص پدر و مادری که از این خاندان گذشتن خداوند رحمت و مغفرت شامل. بیماری هامون الله مهربان شفای کامل و مسافرهامون هر جا باشند صحت و سلامت به خاندانشون رسند. اللهم بك اصبحنا و بك امسینا و بك نحیا و بك نموت و الیک المصیر. سلام علیکم. ای خالی سلامت باشید، خالی سلامت باشید.